فوتبال برتر شبکه سوم سیما و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب آقای حمید درخشان از چهره‌های ماندگار فوتبال کشورمون. و اما ثانیه‌های پیش با سوت آقای احمد محمدی دیدار تیم‌های شمس آذر قزوین و پرسپولیس تهران در هفته 11 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور جام خلیج همیشه فارس در ورزشگاه 15,000 نفری سردار آزادگان منتسب به سید علی اکبر ابوترابی فرد شهر قزوین آغاز شد. کنار دستش امیر محمد محکم کار هم هست. حالا در سوت خودش دمید ارسال با پای چپ مستقیما به قصد دروازه مشت کرد اونجا نیازمند. واسه موقعیت برای شمس آذری‌ها و اونجا چه عکس العملی داشت پیام نیازمند و چجوری توپ گل نشد. با چنگ و دندون از اینجا ضربه سری که صاحب محبی زد و در ادامه تکل بلندی که زدن و پیام نیازمند عکس العمل خوب داشت. روی دو مرحله پیام نیازمند سروش رفیع توپ برد به سمت راست روی خط ارسالی که انجام میشه ضربه‌ای که میزنن و یک کسی توپ دور میشه موقعیت و توی دروازه گل اول رو پرسپولیسیا به ثمر میرسونن و این چهره سروش رفیعی بازی رو 1-0 میکنه برای پرسپولیس و اینم خوشحالی پرسپولیسیای حاضر در ورزشگاه و اینم خوشحالی بازیکنان پرسپولیس از گلی که بازیکن شماره 7 سروش رفیعی به ثمر رسون تا این گونه خوشحالی کنن طرفداران پرسپولیس. قطعا بازی جذاب‌تر و تماشایی‌تر دنبال خواهد شد. و این هم سروش رفیعی ببینید شما در نمای آهسته اینجا بود که پای راست ضربه محکمی رو روانه دروازه شمس آذر کرد و دروازه رو باز کرد. تو به سمت چپ رفته فرزین معامله‌گری ارسال به درون محوطه جریمه اونجا میلاد محمدی توپ رو به کورنر میفرسته. محکم کار ارسالی که انجام میده از توپ از همه عبور کرد روی خط توی دروازه گل مساوی رو حالا شمس آذری‌ها به ثمر میرسونن و این چهره صاحب محبی بازی رو به تساوی میکشونه و این هم خوشحالی شمس آذری‌های حاضر در ورزشگاه. چه گلی رو به ثمر رسون صاحب محبی این چهره. حالا همه چیز مساوی میشه. ارسال زیبایی که امیر محمد محکم کار انجام داد. ببینید شما اینجا توپ عبور کرد و در ادامه با پای راست صاحب محبی در شلوغی روی خط دروازه پرسپولیس موفق شد دروازه پیام نیازمند رو باز بکنه تا بازی 1-1 مساوی بشه. اینجا بود که یاد خاطره نوروزی هم گرامی داشته میشه در 24مین دقیقه از این دیدار توسط طرفداران پرسپولیس و گل هم تایید شد. کماکان صاحب توپ است ارسال خیلی بلند به درون محوطه جریمه توپ رو به کورنر فرستاد پیام نیازمند ضربه سری که میزنه اونجا صاحب محبی بازم پرسپولیس پشت محوطه جریمه امید عالی شاه بود که توپ رو از دست داد و شمس آذری‌ها توپ رو گرفتن. ببینید شما در نمای آهسته اینجا بود که توپش رو گرفتن شمس آذری‌ها. امیر محمد نسایی اشتباه میکنه اورونوف بازم توپ رو گرفته موقعیت هست برای استون اورونوف و توپی که به بیرون میره. چه ضربه ای رو زد استون اورونوف این چهره. استون اورونوف اینجا تو با پای راست جعفرپور کماکان از سمت راست پرسپولیسیا صاحب توپ هستن ارسال به درون محوطه جریمه که توپ در دستان جعفرپور قرار میگیره. میلاد محمدی درون محوطه جریمه ارسالی که انجام میده یک کسی توپ از همه عبور کرد موقعیت هست برای پرسپولیس. اورونوف اونجا بازیکن پرسپولیس تعادل رو شاید دست داد. کنار زادگان به زیر توپ میزنه. داریوش شجاعیان توپ رو گرفته که بازیکن پرسپولیس به شدت احساس ناراحتی میکنه که پورعلی گنجی باشه. از سمت راست پرتاب برای شمس آذری‌ها خواهد بود. علی علیپور احساس ناراحتی میکنه. ببین شما در نمای آهسته اینجا بود که برخوردی داشت با نژاد مهدی گلی که خیلی زود هنگام پرسپولیس به ثمر رسوند در دقیقه 9 نیمه اول توسط سروش رفیع حرکت زیبایی رو انجام داد. اورونوف موقعیت هست برای پرسپولیس درون محوطه جریمه و خروج به موقع علیرضا جعفرپور هرچند پرچم بالا رفت و به نشان آفساید
ولی علیپوری که نتونست دروازه این چهره رو باز بکنه، احساس ناراحتی هم میکنه. علیرضا جعفرپور خروج بی موقعی رو داشت، در چند پرچم آقای علیرضا مرادی بالا رفته بود به نشانه آفساید. حالا در سود خودش دمید آقای احمد محمدی، سروش رفیعی کوتاه زمینی. چیکار کردن اونجا پرسپولیسیا؟ یک لحظه حالا موقعیت میره ایجاد بشه برای شمس آذر از سمت چپ. امیر محمد نسایی روی خط توپ رو گرفته، ارسالی که انجام میده به درون محوطه جریمه و توپ دور میشه. باز هم شمس آذریا پشت محوطه جریمه، داریوش شجاعیان توپ در دستان پیام نیازمند قرار میگیره. باز هم حامد بهیرایی خوب کار میکنن شمس آذری ها. به زیبایی منطقه بازی عوض شد. میلاد سورگی از سمت چپ، موقعیت هست برای شمس آذر در روی محوطه جریمه، تعادل رو دست داد. چه اعتراضی رو داره نیمکت شمس آذر. اعلام ضربه کورنر کرده آقای احمد محمدی. اگه نکته باشه قطعا در اتاق وی آر خواهند گفت به آقای احمد محمدی. اونجا میلاد سورگی تعادل رو شاید دست داد. ببینید شما در نمای آهسته هیچ اظهار نظری نمی کنیم و میسپاریم به کارشناسان محترم داوری، ضمن که اگه نکته باشه قطعا در اتاق وی آر آقای رضا مهدوی خواهد گفت آقای احمد محمدی. باز هم در نمای آهسته ببینید اینجا با تکت بلند کماکان همه نگاه ها به آقای احمد محمدی هست. کم کم داره خودش رو آماده میکنه که بیاد به سمت زمین. یه لحظه میخواست بیاد دوباره پشیمون شد. حالا دوباره دارن صحبت میکنن. بالاخره اومد به سمت زمین آقای احمد محمدی. ببینیم چه تصمیمی رو خواهد گرفت. همه نگاه ها به این چهره هست. اشاره میکنه که کورنر رو باید بزنن شمس آذری ها. تو به سمت چپ رفته، یک پاس تو در، موقعیت هست برای پرسپولیس. توپ که از خط اونجا عبور کرده بود. بله پرچم بالا رفت، مشخص بود که توپ از خط عبور کرده. توپ به سمت راست میارن، سرعت توپ خیلی زیاد هست. اونجا به توپ رسیده بازیکن پرسپولیس اورونوف در اون محوطه جریمه. سال کوتاه اورونوف اونجا به قائل خاتمه میده. خط دفاعی شمس آذر رو داریوش شجاعیان حضور به موقعی داره و یک پرتابو میگیره از استون اورونوف. در محوطه جریمه موقعیت هست برای پرسپولیسی ها و روی خط توپ رو دور کردن. ببینید تصمیم داور چی هست و باز هم روی خط و توی دروازه. بالاخره گل رو میزنه تیم پرسپولیس و استون اورونوف موفق میشه که دروازه شمس آذر رو برای دومین بار باز کنه. دوباره از روی خط شمس آذری ها توپ رو برگشت دادن، ولی خب در نهایت این استون اورونوف بود که از تجربه بالای خودش استفاده کرد و دروازه تیم شمس آذر رو باز کرد. بازی حالا 2-1 میشه به سود پرسپولیس. و اینم خوشحالی پرسپولیسیای حاضر در ورزشگاه و خوشحالی نیمکت نشینان تیم پرسپولیس. ببینید شما در نمای آهسته اینجا از روی خط برگشت دادن و در نهایت با پای چپ استون اورونوف توپو به سقف دروازه شمس آذر کوبید. اینجا بود که با پای چپ اورونوف دروازه شمس آذر رو باز کرد. میلاد سورگی بود که روی خط توپ رو برگشت شد و در نهایت دروازه شمس آذری که باز میشه. کماکان صاحب توپ هست، کوتاه نسایی باز هم داریوش شجاعیان رو صاحب توپ میکنه. ارسال بلند، منطقه بازی به زیبایی عوض شد. ضربه سری که اونجا میزنن در اون محوطه جریمه، موقعیت هست برای میلاد سورگی. اونجا خطای هند میلاد سورگی رو گرفت آقای احمد محمدی. شمس آذریا توپ رو میگیرن، موقعیت هست برای شمس آذر. اونجا تعادل رو شاید دست داد بازیکن شمس آذر. چه اعتراضی رو میکنن شمس آذریا. سهیل فداکار بود که اونجا تعادل رو شاید دست داد، ولی خب اعتقاد به خطا نداشت آقای احمد محمدی. این سم موقعیت هست برای پرسپولیس در محوطه جریمه. کماکان ثابت فرش شده احمد زده و توی دروازه. گل سوم رو هم تیم پرسپولیس به ثمر میرسونه. گل سوم رو به ثمر میرسونه
تیم پرسپولیس و فرشاد احمدزاده موفق میشه با پای چپ دروازه شمس آذر رو باز بکنه. خیلی معترضن شمس آذری ها. ببینید شما در نمای آهسته اینجا فرشاد احمدزاده با پای چپ دروازه تیم شمس آذر رو باز کرد تا بازی 3-1 بشه. داره چک میکنه با اتاق وی آر آقای احمد محمدی که ببینن خطا اونجا صورت گرفته بوده یا خیر. و اینا فرزین معامله‌گری چند زاویه مختلف. گل سوم تیم پرسپولیس رو ملاحظه می‌فرمایید اینجا بود که پای چپ فرشاد احمدزاده توپ رو وارد دروازه تیم شمس آذر کرد. صحنه آفساید رو هم دارن چک میکنن. ببینیم بالاخره آفساید اعلام خواهد شد یا خیر. تصاویر رو هم ملاحظه می‌فرمایید شما بینندگان عزیز و محترم. قطعا وقت طرف شده زیادی رو خواهیم داشت در نیمه دوم. آفساید اعلام شده و گل پذیرفته نیست. گل سوم تیم پرسپولیس رو موقعیت میره ایجاد بشه برای شمس آذری ها. پشت محوطه جریمه موقعیت هست برای میلاد سورگی. شوتی که میزنه تو میلیمتری از کنار دروازه به بیرون میره. موقعیت فوق العاده خطرناکی که شمس آذری ها در 89مین دقیقه از این دیدار از دست دادن. شوت فوق العاده خطرناک میلاد سورگی به صورت میلیمتری از کنار دروازه به بیرون رفت. سال بلند ضربه سر اونجا کسی میرفتن بزنه. سرژ اوریه صاحب توپ است. توپ رو میخواد بسپاره میلاد محمدی. حسین ابرقویی به جای علی علیپور وارد زمین شد. ضربه برگردون میخواست بزنه اونجا. کنار زادگان که موفق نبود و توپی که بیرون میره پرتاب برای پرسپولیسیا خواهد بود. توپش رو گرفتن. ضد حمله خطرناک موقعیت میره ایجاد بشه برای پرسپولیس درون محوطه جریمه. خروج به موقع جعفرپور پرچم بالا رفت نشان آفساید. همه نگاه ها با آقای احمد محمدی و حالا با سوت آقای احمد محمدی دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و شمس آذر قزوین با نتیجه 2-1 به سود پرسپولیس پایان میرسه. من تشکر میکنم از همراهی شما بینندگان عزیز و محترم و وقت در اختیار همکار خوبم محمد رضا احمدی عزیز در استودیو برنامه فوتبال برتر شبکه سپاه سیما